آخرین روزهای پاییزیتون پر از آرزوهای قشنگ. غمهایت را به برگها بسپار تا پاییز آن را ببرد. دوستان، شب یلدا رو اینجوری شروع میکنیم. یک کم نمک ور میداریم، روش یک بار آیت الکرسی، یک بار سوره ناس، یک بارم سوره فلق میخونیم رو نمک. فقط یک گوشه از خونه باشه انشاءالله که از چشم نظر و چشم زغ و انرژی های منفی از خونتون دور بشه. بعد یک کم اسفند دود کنین، یه دونه انار وردارین، رو انار یک بار آیت الکرسی بخونین. بعد این انار رو دون کنین، بدین همه اعضای خانواده بخورن. برای سلامتی خیلی خوبه، حتما انجام بدین. یه دونه نارنج دوستان، یه دونه نارنج بگیرین، روش 100 مرتبه بگین یا کریم یا کریم یا کریم. برای برکت و رزق و روزی عالیه. بعد اون نارنج رو بذار تو یخچال بمونه تا سال دیگه. ببین چقدر برکت و رزق روزی تو یخچالت همیشه پره، هیچ وقت یخچالت خالی نمیشه. بعد لباسهای روشن بپوشین، سعی کنین شب یلدا لباسهای خوشگل، لباسهای روشن هم بپوشین کافیه. امام زمان دعا کن تا امام زمان دستتو بگیره، به خون و زندگیت برکت بده، بهت سلامتی بده. تحت هیچ شرایطی روز جمعه رو از دست ندین، چون پر از فضیلته. اصلا هم کاری نداره، روز جمعه غروبش که شد یک مرتبه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد به حق لا اله الا الله اجعل لولیک الفرج. اینو روز جمعه یا غروب جمعه بخونی. وقتی که صدای اذان میشنوین، اگر رزق و روزی و برکت فراوون میخوای، 50 مرتبه بگو حسبی الله، 7 مرتبه بگو یا رزاق، 7 مرتبه بگو یا فتاح، 7 مرتبه بگو یا وهاب. 5 سوره ای که بعد از نماز میتونیم بخونیم به توصیه آقا امام زمان. سوره یاسین بعد از نماز ظهر، سوره نوح بعد از نماز عصر، سوره واقعه بعد از نماز مغرب، سوره ملک بعد از نماز عشا. 5 سوره نورانی که امام زمان به ما هدیه داد و ما میتونیم بعد از هر نماز اینا رو بخونیم. اگر رزق و روزی میخوای، سلامتی میخوای، برکت میخوای مشکلت حل بشه، بعد از هر نماز اینا رو بخون، این سوره ها رو بخون. بعد از هر نماز یک بار آیت الکرسی بخون. تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو بگو، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه هم سبحان. اگر رزق و روزی نداری، اگر بی‌حوصله‌ای، اگر مریض داری، اگر گرفتاری، حتما این آیات قرآنی رو بخون که معجزه میکنه. زیارت عاشورا بدون شرط دعات اجابت میشه. کافیه روزی یک بار زیارت عاشورا رو بخونی و هدیه بدی به آقا امام حسین. انشاءالله که حاجت روا میشی، حاجت دلتو میگیری از آقا امام حسین. التماس دعا، خدا نگهدار.